سلام، روزتون بخیر، حال احوالتون خوب باشه. میخواستم در مورد زیتون صحبت کنم. زیتون حاوی ویتامین ای هستش که عالیه برای پوست و مو. اگر میخواید عمر طولانی داشته باشید از زیتون استفاده کنید کنار غذاهاتون. همینطور زیتون برای آقایون بسیار مفید هست، برای افزایش میل جنسیشون، برای سلامتی باروریشون عالی هستش. کسانی که سنگ کلیه دارن زیتون رو کمتر استفاده کنن چون حاوی اگزالات هست. کسانی که مشکل فشار خون بالا دارن کمتر استفاده کنن از زیتون چون حاوی سدیم بالایی هست. کسانی که مشکلات کبدی دارن یا مشکلات روده از زیتون کنار وعده های غذاییشون استفاده کنن چون بسیار عالیه برایشون. خدمتتون عرض کنم که کسانی که مشکل یبوست دارن از روغن زیتون کنار وعده های غذایی یا همراه پخت و پز غذاهاشون استفاده کنن. دوستتون دارم. موفق و مؤید باشید. در امان خدا.